الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك یا ارحم الراحمین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درسی دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. همینطور که میدونید این درس ها سلسله آیاتی رو از ابتدای قرآن کریم شروع کردیم. امروز آیه 84 از سوره مبارکه البقره رو و اگر رسیدیم آیه 85 رو نیز با آن مرور خواهیم کرد. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات مبارکات. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. بله عزیزان، همینطور که مستحضر هستید روند درس تفسیر ما به این شیوه است که معانی کلمات دشوار داخل آیه رو بیان میکنیم، سپس میریم سر ترجمه و از اونجا مفاهیم و مدلوله های لغوی اون آیه، اون کلمات رو در خلال آیه بررسی میکنیم و با یک شرح و تفسیر مختصری قضیه رو روشن میکنیم و در نهایت درس عبرت هایی که ممکنه از خلال این آیات هر انسان مؤمن و مسلمانی با توجه به معانی و مفاهیمی که در این آیات نهفته است بگیره با هم مرور خواهیم کرد. بسم الله. آیه 84 همونطور که شنیدید از سوره مبارکه البقره، خداوند عزوجل میفرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون و اذ اخذنا میثاقکم و اذ اخذنا میثاقکم، یعنی بیاد آورید زمانی که ما از شما بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که چی؟ لا تسفکون دماءکم، خون همدیگه رو نریزید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، و همدیگه رو از خانه و کاشانه و سرزمین بیرون نکنید. ثم اقررتم و انتم تشهدون، سپس شما این عهد و پیمان را اقرار کردید، بهش تاییدش کردید در حالی که شما گواهی میدادید. این ترجمه تحت لفظی این آیه است. بریم سر کلماتی که در این آیه نهفته است. اگر به ابتدا شروع کنیم، قرآن کریم میفرماید و اذ اخذنا، همونطور که قبلا هم تکرار کردیم و برای دوستان و برادران عزیزی و خواهرانی محترمی که به درس ما جدید ملحق میشن و تازه پای درس ما نشستن، اینو یادآوری کنم از باب تذکر که در قرآن کریم هر جا شنیدید قرآن میفرماید و اذ یا و اذا، یعنی این ظرف زمان بهش میگن، یا بیاد بیارید اون زمانی که، وذکروا اذ یعنی بیاد بیارید آن زمانی که. آن زمانی که چی؟ اخذنا میثاقکم، گرفتیم عهد و پیمان شما را. میثاق از کلمه همون وثقه گرفته شده یا وثاق، به معنای چی؟ آن عهد و پیمان یا آن قول و قراری که دو طرف قضیه به همدیگه میدن و میخوان رو سر اون بیستند، به همدیگه وفادار باشند به اون چیزی که گفتند. به همین خاطر بهش گفته میشه از همون گره و وثاق و عهد و پیمان گرفته شده. خب این عهد پیمان خداوند عزوجل تذکر میده به بنی اسرائیل که بیاد بیارید از شما و از اجداد و اسلافتون توسط پیامبران عهد و پیمان گرفتیم که چی؟ لا تسفکون دماءکم، خون همدیگه رو نریزید. یا قرآن فرمود دماءکم، خونتون رو نریزید. کسی خون خودش رو نمیریزه، ولی از آن جایی که خون ریختن باعث تعرض به خون ریختن خودش میشه، یعنی هر نوع قتلی، تعدی، تجاوزی به دیگری باعث میشه که خود انسان هم در معرض همون کار قرار بگیره، خداوند عزوجل فرمود لا تسفکون دماءکم. یا به معنای دیگه زمانی که برادر همکیش و همدین و مذهب خودت رو
مورد تعرض قرار میدی مثل اینکه به خودت تعدی و تجاوز کردی و خودت رو مورد اذیت و آزار قرار دادی. به همین خاطر قرآن فرمود لا تسفکون دماءکم. و سفک یعنی چی؟ یعنی ریختن، از همون کلمه مثل کلمه صب، با این تفاوت که صب یک کلمه عام هست برای تمام مایعات استفاده میشه، اما سفک فقط برای خون ریختن. به همین خاطر از ریشه اون صفت کلمه سفاک میاد، یعنی خونریز یا خوناشام. پس لا تسفکون دماءکم یعنی نریزید خون همدیگه رو. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. لا تخرجون یعنی بیرون نرانید، بیرون نکنید، تبعید نکنید. از چی؟ من دیارکم. و دیار یعنی خانه و کاشانه. اصلش از همون کلمه دار گرفته شده و به این معنا به منزل و مأوای انسان دار گفته میشه، یا به وطن و زادگاه انسان دار گفته میشه و دیار گفته میشه، به خاطر که انسان هر جا باشه دوباره به اونجا برمیگرده و در اونجا آرام میگیرد و سکونت میگیرد و احساس راحتی میکنه. خداوند عزوجل فرمود ثم اقررتم، سپس بعد از این عهد و قول و قراری که از شما برداشتیم، شما چیکار کردید؟ اقرار کردید به دانستن این عهد و میثاق. یعنی گفتید که خب ما قبولش داریم و میفهمیم که معنای این عهد و قول و قرار چیه. و انتم تشهدون، و این جمله حالیه است، یعنی واو در اینجا معنای حکایت حال اونها را داره. و انتم تشهدون یعنی در حالی که شما گواهی میدادید. شاید دوستان که پای برنامه نشستن بگن که شما کلمه در حالی را از کجا گرفتید؟ میگن از واو فقط. یعنی کلمه واو یا حرف واو دقیق تر در اینجا بگیم که از عبارت اهل لغت بیان میکنن که واو در اینجا معنای حالیه داره. یعنی این جمله کامل ما بعد واو به معنای در حالی که شما اقرار میکردید. و معنای اقرار در اینجا از این جهته که شما عزیزان وقتی که اقرار کردید به این عهد و قول و قرارتون، شما گواهی هم میدادید، یعنی میدونستید که دارید چه کار میکنید. و به همین خاطر خداوند عزوجل اون را بعد از اقرار آورد، یعنی شهادت را بعد از اقرار آورد. خب ترجمه آیه با توجه به اون چه گفته شد اینه که بیاد آورید زمانی که از شما بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید، همدیگر را از خانه و کاشانه و سرزمین بیرون نکنید و شما بر دانستن این میثاق و عهد اقرار کردید، در حالی که بر این شهادت و گواهی میدادید. مفاهیمی که خیلی زیبا و جالبه از نظر مدلول‌های لغوی در این آیات در خلال کلمات بسیار ریزی که در این آیه هست نهفته شده اینه که لا تسفکون دماءکم نهی هست. جمله نهیه از چی؟ از خونریزی و قتل. و اقتضای هر نهی هم در قرآن و سنت، یعنی لغت شرع، لغت دین که همون قرآن و سنت باشه، وقتی نهی درش آمد به معنای حرمت است. یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند عزوجل میخواد این کار صورت نگیره مگر اینکه در اونجا دلیلی و قرینه‌ای وجود داشته باشه بر اینکه این کار حرمت کامل نداره. یعنی مثل اینکه مکروه هست، یا اینکه چیه، یا اینکه از حرمت به کراهت رسیده، یا اینکه بعد از حرام بودن حالا دوباره حلال شده. اگر امر است، معذرت میخوام. پس اقتضای هر نوع قتل اینه که قتل ناحق، البته بعضی وقتا میشه قتل به حقه، مثل انسان مجاهدی که در راه خدا جهاد میکنه، یا انسانی که داره به امر حاکم از کسی دیگه قصاص میگیره، یعنی داره کسی رو میکشد به خاطر قصاص، به خاطر اینکه قاتل هست، قتل عمد کرده، یا الی آخره، یا اینکه باغی است، یا اینکه به هر حال حکمی براش صادر شده به قتل. اونجا قتل به حقه. ولی قتلی که ناحق باشه، قرآن کریم میفرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی نفسی که یا جانی که خداوند اون رو حرام کرده جز به حق اون جان را نگیرید و اون رو نکشید. پس بنابراین اگر
هر نوع قتل ناحق و نابجای حرام و نارواست از نظر شرعی و حفظ جان یکی از اصول یا کلیات خمسه است که تمام شریعت های الهی در طول تاریخ بشر بر حفظ آن اتفاق نظر داشتند. بریم یک میان برنامه را ببینیم، انشاءالله برمیگردیم به مفاهیم دیگری که از این آیات میگیریم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بله، در ادامه این آیه فرمود ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. در کلمه لا تخرجون یعنی خودتان، انفسکم را، در حالی که عرض کردم که کسی خودش را مورد اذیت و آزار قرار نمیده، ولی اذیت و آزار رساندن به همکیش و هم مذهب و هم دین، یا به تعبیر و عبارت دیگه برادر دینیت، مثل که داره خودت اذیت میکنی. به همین خاطر قرآن کریم اشاره کرد که لا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی همدیگه رو از خانه و کاشانه بیرون نکنید. این اصلا خلاف مروت و خلاف دین و خلاف منطق و شریعته و نشانه جفا و ظلم هست که از نظر عقلی و از نظر شرعی بسیار زشت و نازیباست. پس بنابراین حفظ مال و تمامی املاک یکی از اصول و کلیات دیگر خمسه است که شریعت ها بر آن حفظ آن کوشیدند و اتفاق نظر دارند و بر آن تشریعات و احکام خاصی تعلق داره که جای بحثش در قواعد فقه اسلامی است. سپس فرمود ثم اقررتم، یعنی سپس شما اقرار کردید. گفتیم که اقرار بر گواهی یعنی تأکید بر آن که خود میثاق مؤکد است و این نشانه طبیعت و اخلاق زشت و نازیبای یهود در عهد شکنی است که بدان مشهور است. پس بنابراین مختصر شرح آیات اینه که عهد و میثاق یهود در مراحل متفاوتی و به شیوه های مختلفی صورت گرفته که غالباً توسط انبیا بوده است. عهد مذکور در این آیه توسط پیامبران بوده و همونطور که مفسرین اشاره میکنن در طول تاریخ مراحلی داشته بنی اسرائیل که بارها از اونها عهد و میثاق گرفته شده. مضمون این میثاق چیه؟ دو چیزه، یکی حفظ حرمت جان و مال دیگران، یکی حفظ امنیت جانی و مالی مردم در خود جامعه. گفته شده سبب نزول این آیات این بوده که یهودیان قبایل بنی قینقاع و بنی نظیر در مدینه منوره قبل از این هجرت اسلام، قبل از هجرت مسلمان ها به مدینه منوره، همپیمانان خزرج و یهود و همچنین همپیمانان اوس بودند. یعنی یهود بنی قینقاع و بنی نظیر همپیمان خزرج بودند. یهود بنی نظیر، قبیله بنی نظیر یا بنی قریظه معذرت میخوام، همپیمان قبیله عرب اوس بود. در هر درگیری که بین این دو قبیله یعنی اوس و خزرج به وجود می اومد در عهد جاهلیت قبل از اینکه مسلمان بشن، یهودیان هم برای حمایت از همپیمانانشون، حلفایشون، وارد جنگ و معرکه می شدن و سعی میکنن از اونها حمایت کنن، در حالی که در طرف مقابلشون برادران دینی خودشون قرار داشتن که هرگز صلاح نبود بر علیه اونها شمشیر بکشن، جنگ بکنن، خونشون بریزن، از خونه و کاشانه بیرونشون بکنن. این خلاف عقل و منطق از یک طرف، خلافش دین و شریعت از طرف دیگه بود. پس بنابراین این سبب نزول این آیه و آیه ما بعد بود که خداوند عزوجل اونها را یعنی بنی اسرائیل را داره برای این کار زشتشون نکوهش میکنه. پس مضمون عدم سفک دم هم این میشه که لا تسفکون دماءکم، حرمت جان مردم و عدم تجاوز جانی به دیگران یکی از مهمترین اصول انسانی است که شریعت ها بر اون اقرار کردن و لذا هر کاری که اسباب قتل رو
فراهم کنه حرام است. شرح و تفسیر آیه از اینجا شروع میشه که مضمون اخراج از دیار، وقتی قرآن فرمود که ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، عرض کردم خدمتون که دیار به معنای خانه، به معنای کاشانه، به معنای سرزمینی و وطن و همه اینها به دلیل اونه که مکان بقا و استقرار انسان هست و برای استراحت و آرامش غالبا به اونجا برمیگردد. برای کسب و کار و سیاحت و هر چیز دیگه از اونجا بیرون بره، باز برای استراحت، آرامش و بقای و ادامه زندگی همیشگیش به اونجا برمیگرده. و همچنین به وطن و زادگاه هم اطلاق میشه. هر نوع تصرف در مال و دارایی یکدیگر به ناحق چیه؟ حرامه. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قرآن صراحتا اینو رد کرده که اموال همدیگر رو به باطل نخورید. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اینجا یک بحث باز میشه عزیزان و اون اینه که آیا این آیه و امثال اون خاص یهود هست؟ چون خداوند عزوجل از اونها میگه، حکایت حال اونها داره میکنه و حالا هم یهودیان هم عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارن که داره به اونها تذکر میده که این کار رو نباید میکردید و نباید این عهد پیمانهای الهی را بشکنید. آیا خاص اونهاست یا اینکه سیاق آیه عام هست و هر شخصی در این زمره قرار داره؟ قاعده تفسیری به ما میگه العبره به عموم اللفظ، العبره به عموم اللفظ لا به خصوص سبب. یعنی عبرت همیشه به سیاق لفظ هست و اون این که لفظ قرآنی وقتی عام هست، هر انسان مؤمنی که یک عهد و پیمان الهی بر ذمه خودش و در عهده خودش میبیند، باید به مضمون اون عمل بکنه. مثال میزنم، قرآن کریم بارها به ما گفته که حرمت جان انسانها را داشته باشید. اگر شخصی بخواد به حجتهای واهی، اینکه فلانی دشمنش هست و دشمن نمیدونم ممکنه مورد تعرض جانی از طرف اون قرار بگیره، یا اینکه از نظر عقیدتی مخالف اون هست، یا اینکه فلان علان، به بهانه های واهی نمیشه جون کسی را گرفت و نمیشه به جان دیگری تعرض کرد. پس بنابراین حفظ حرمت جانی و مالی دیگران معتبر هست، هم به عقل و منطق و هم به دین و شریعت. و از اونجایی که روگردانی بسیاری از یهودیان و بنی اسرائیل منشأ فکری و عقیدتی داشت، میشه گفت که این کارشون کفره و هر کس که اینطور فکر بکنه هم ولیعاذ بالله میتونه بهش لقب کفر داد. با یه برنامه مختصر برمیگردیم انشاءالله به سراغ شرح و تفسیر بیشتر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بله عزیزان، همونطور که عرض کردم خدمتتون، شرح و تفسیر مختصر آیه خدمتتون ارائه دادم. آیه 84 از سوره مبارکه البقره برداشت و مفهوم خیلی ظاهر و خیلی واضح و شفاف از این آیه مبارکه اینه که یهودیان حق نداشتن برای رسیدن به منافع دنیوی خیش خون برادران دینی خودشون رو بریزن. همچنین مسلمان ها چنین حقی ندارند که این کار رو انجام بدن و این عهد و میثاق الله سبحانه و تعالی است بر تمامی بندگانش. چرا؟ چون ادعای دیانت و ایمان وجود داره و هر جا صله ایمان و ارتباط ایمان برقرار باشد باید حرمت و احترام و روابط خوب باشه. درس عبرت ها از این آیه این میشه که اهمیت امنیت جانی انسان ها، به خصوص اهل دیانت واحده، ملت واحده، اهمیت امنیت مالی انسان ها و همچنین شناعت و زشتی گناه هتک حرمت جان و مال دیگران. و در نهایت یهود حتی نسبت به همدین خود رحم و مروت نداشتند و ندارند. پس بنابراین نسبت به دیگران از باب اولا
که اونها اهل خیانت باشند و اهل جنایت. آیه بعد را بشنویم. آیه 85 از سوره مبارکه البقره. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. در این آیه خداوند عزوجل می‌فرماید ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم. بعد از اون عهد و پیمانی که در آیه 84 از اون ذکر شد، قرآن کریم فرمود که این همان شما هستید که همدیگه رو میکشید و گروهی را از میان خودتون از خانه و کاشانه دیارشون بیرونشون میکنید و تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، یعنی بر علیه اونها از روی گناهکاری و همچنین از رای تجاوز. گناهکاری چی بود؟ گناهکاریش این بود که عهد پیمان خدا را شکستن و تجاوز هم حق برادری را زیر پا گذاشتن. این عدوانه. از این دو ناحیه اومده چیکار کردید؟ خیانت کردید و دوستانتان را به دشمنی گرفتید، بر علیه اونها از دشمنانشون حمایت کردید. و این یاتوکم اسارا، و اگر اونها حالت اسیر شده پیش شما می آورده می شدن، تفادوهم، اونها را چیکار میکردید؟ فدیه پرداخت میکردید، فدیهشون رو پرداخت میکردید، آزادشون کنید. و هو محرم علیکم اخراجهم، در حالی که این کار، یعنی این دوگانگی در رفتار و منش، در حالی که بر علیه شما این دوگانگی یک کار نازیبایی است. این کار بر علیه شما، برای شما حرام شده بود، اخراجشون، بیرون کردنشون، جنگ و تبعیدشون. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، آیا بعضی از آیات قرآن کتاب را، یک همون تورات باشه، میپذیرید، ایمان میارید، تصدیق میکنید، عمل میکنید، بعضی دیگه را دروغ میپندارید و کفر میورزید و عمل نمیکنید؟ فما جزاء من یفعل ذلک، قرآن فرمود که فما جزاء من یفعل ذلک، یعنی چی میتونه باشه جزای کسی که این کاری انجام بده به این زشتی و شناعت، مگر اینکه در دنیا خوار و ذلیل باشه و در روز قیامت به سوی شدیدترین عذابها کشیده بشه و فراخوان داده بشه براش. و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند از اون چی دارید انجام میدید غافل نیست. کلماتی که در این آیه مبارکه نهفته هست، یکی تظاهرون علیهم هست که از کلمه ظهر گرفته شده به معنای پشت انسان، که معنای اصلش به معنای حمایت و کمک میاد، ولی در اینجا چون علیهم پشت سرش اومده به معنای چیه؟ یعنی حمایت و پشتیبانی بر علیهشان، یعنی بر علیهشان به پا خواستید، از دشمنانشون حمایت کردید. همونطور که در قرآن کریم آمده است والملائکة بعد ذلك ظهیر. در اصل ظهیر یعنی چی؟ یعنی نصرت دهنده، کمک کننده، یاری رساننده. و کان الکافر علی ربه ظهیرا، کافر یا کافر چی؟ بر پروردگارش، بر علیه پروردگارش، یعنی دشمنی و کمک و حمایت میخواست. همچنان که ملائکه کمک کننده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند در
حمایت روانی و جانی و روحی از ایشان. در قرآن کریم در سوره دیگر در سوره فرقان میخوانیم و کان الکافر علی ربه ظهیرا. در قرائت اهل مکی که با تشدید خوانده شده، یعنی تظاهرون خونده شده، اصلش تتظاهرون بوده که تای دوم در زا ادغام میشه و مخرجشون به خاطر اینکه به هم دیگه نزدیکه با شده خونده میشه. برای هر دو یک معنا را میده، تظاهرون یا تظاهرون که در قرائت دیگه خونده میشه، هر دو به معنای حمایت بر علیه هم دیگه است. بالاثم والعدوان، اسم یعنی گناه، یعنی گناه چی؟ گناه عهد شکنی و پیمان شکنی با الله سبحانه و تعالی. و تجاوزکاری چی؟ عدوان تجاوزکاری است و این عدوان چی؟ حق برادری را زیر پا گذاشتنه. گناه شکستن عهد با الله و عدوان زیر پا گذاشتن حق برادری دینی. پس اسباب خیانت یهود با همکیشان خودشون در این دوتا خلاصه می شد، یکی نقض شریعت و دیگری نقض اخوت. اسارا جمع کلمه اسیره و حال اونهاست، یعنی همون برادران دینی شما وقتی که در حال اسارت خدمت میارن پیش شما. و همچنین در قرائت حمزه اسارا اومده به این لفظ مفرد. دیگران گفتن که اسارا جمع اسراست و همچنین اسرا هم جمع چیه؟ جمع اسیره. در قرائت حمزه اومده اسرا و یأتوکم اسرا تفادوهم. سبب نامیده شدن اسیر هم از این جهت گرفته شده که سیر یا همون دستبندی است که به دست و مچ به اصطلاح انسان گرفتار شده در معرکه بسته میشه و با اون کشیده میشه به سوی چی؟ به سوی زندان یا قرارگاهی که ممکنه محاکمش بکنن. و در قرآن کریم در سوره محمد میخوانیم فاما من و اما فشد الوثاق. فشد الوثاق از همین کلمه چی گرفته شده؟ اسارت اسیران جنگی. در هم این آیه کلمه تفادو داریم که از همون کلمه از اصل ریشه فدیه گرفته شده، یعنی به اون فدیه هاشون را پرداخت میکنید. تفادوهم یعنی پرداخت میکنید فدیه ایشون را، برای آزادی اونها فدیه پرداخت میکنید. جواب شرطم و این یأتوکم نزد حمزه است و نافع و کسائی، ولی بقیه قرا با لفظ مفرد خوندن تفدوهم. افتؤمنون و هر دو یک معنا را تکمیل میکنه. یعنی اگر گفتین تفادوهم میشه جواب و این یأتوکم اسارا تفادوهم. این شرطیه هست، یعنی اگر که اون زمانی که اینها به صورت اسیر میارن پیش شما، آورده میشن پیش شما، شما چه کار میکنید؟ جوابش اینه که تفادوهم. و اگر که بگیم که جواب شرطی در اینجا نیست، به این معنا گفته میشه که این خودش به این معناست که جمله کلن خبره. افتؤمنون یعنی یهود 3 عهد از 4 عهد را نقض کردن. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. قتل که نشده بود ترک کردن، همدیگه را نکشتن. اخراج هم رها کردن، مظاهره هم رها کردن، زیر پا گذاشتن. یعنی چیکار کردن؟ یعنی قتلی که نشده بود، اخراجی که نشده بود، مظاهره یا دشمن را حمایت کردن که نشده بود، اینها را همه زیر پا گذاشتن. برای همدیگه جنگیدن، همدیگه را اخراج کردن و از دشمنان همدیگه هم حمایت کردن. یه چیزی که مونده بود و اون چی بود؟ فدیه پرداخت کردن. این تناقض در برخورد با دین و شریعت بود که اون بر اونها عیب و ننگ بود. و همچنین کلمه خزی به معنی خواری و ذلت و اهانت و یردون یعنی بازگشت داده می شوند و اشد العذاب یعنی شدیدترین عذاب ها. معانی این کلمات به لفظ دیگه اشترا به معنای فروختن میاد، خریدن هم میاد، ولی معنای دقیق‌تر در لفظ عبارت‌های معنوی قرآن به معنای عوض کردن، تبدیل کردن. اشترا فلان به فلان یعنی چی؟ یعنی عوض کرد دینش را به دنیایش، ایمانش را به دنیایش.
فلا یخفف عنهم، پس از آنها تخفیف داده نمیشه. چی؟ عذاب، و منظور در اینجا عذاب معروف آخرت است. ولا هم ینصرون، یعنی نمی باشند ایشان نصرت دهندگان یا نصرت شدگان در آخرت. این مجموعه آیاتی بود که به حول و قوه الهی در درس آینده به شرح و تفصیل آن میپردازیم. تا درسی دیگر، خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.